اومدیم پارت یک فوتبال بازی کردن در بتل رویال کال آف دیوتی موبایل. خودم معرفی کردم امیر جوکر، یه ویدیو دیگر کال آف دیوتی موبایل گل ما 3 گل زدیم، 3-0. حالا ما 2 گل قبلا زده بودیم، 3 تاشم خودم زدم. این پارت یکی کال آف بازی کردم. کال آف بازی کردم وای شورشت فوتبال بازی کردن، به کال آف بازی کردن. بچه‌ها برید فان بازی کنید بابا، فان. یا واسه چی شد توپ گل؟ نه 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 به به داداشم این ویوان. برو کوش توپ کو تو چرا گیر؟ برو خدا گل خودشون قلده گل به نرف اونا شد، ولی خب گل خودی زدن. مشکل نداره. باگ رو میبینی داداش؟ باگ کوش چرا شوت زدی؟ میتونم بزنم الان؟ یه دیر زدم باگ. بریم وای توپ کو. برو خدای گلزنی. وای خب اینجوری کن، اینجوری بزن دور کن توپو، اینجوری دور کن توپو. نه نزن نه دیگه رو نیمدی بود. انصافه خدا ول کن بابا، برو بیادم. انصاف خدا وکیلی. من تکم شما رو 4 دارم میزنمت. شما چه مفر آقا، چرا میزنی؟ من بعدیگم چیه سیگالی؟ بیا بیرون، وجود داری یا بیرون؟ بفرد مادر نه دیگه داشت من سی برم بیرون. به بشین تا بیام بیرون ها، بشین تا بیام بیرون. بای من فکر کردم دارم تو ریوایف کنم مثلا. ببین بابا نزایم بشه، یعنی نذاری ریوایف کنم. بیا شما رسه بزن، بیا نذاری ریوایف کنم، شما رسه نذار این داره ریوایف میکنه، نذار ریوایف کنه. خب همونجور که دیدید خب ما از اون ویدیو پک شدیم بیرون. یعنی که خب از اون زمین فوتبال یه دفعه اومدیم اینجا به خاطر اینکه خب اونا فوشیشی کردن دیگه، من کلا فوش دادن، من کل ویدیو رو کات کردن دیگه. اومدم بیرون. من که 2 تا اتچمنت خیلی گاد براتون بذارم، خیلی عالی. من خود بگم که بعد چیکار کنید که SMG تون خیلی خوب بشه اتچمنتش. ببین که اتچمنت SMG تون خوب بشه، بعد چند تا کار بکن. اول اینکه خب بعد این کلمه دوش خط میکشم، بعد زیاد کنید. خب اینه بعد زیاد کنید. بعدش یه دمیج رنج بذارید دوره. من رو دیگه نمیخواد بگشم، خودتون دمیج رنج رو ببرید بالا، یعنی این کلا خیلی ببرید بالا. بعد حالا تو اتچمنت من الان این اسپرینت اسپید که ورده پایین، خب یعنی این ولی باید بالا باشه، ولی چون من اتچمنت خوبی دیدم ازش دیگه گفتم. ولی در خود این چیز میکنم در اتچمنت رو باید کنم. این اتچمنت مکتن گاد رو بچید، خیلی برای مولتی هم برای بطل کارساز نیست، برای مولتی. و این دیاره چگاد خیلی خفنه. این اتچمنت دیارش خیلی خفنه. همونجور که میبینید الان دوباره تو این اتچمنت من اینا رو برده بالا، اینا رو آورده پایین. این که آورده پایین موومنت اسپید و ADS تایم اینا خیلی خوبن. این ستی که آورده پایین اینا خب
ولی چون کم آورده پایین من دیگه دقت نکردم. ولی در عرض نکنم که شما دمیج رنج نگاه کنید، دمیج رنج چقدر برده بالا. دمیج رنج خیلی مهمه برای اسلحه رایفل. خب این دو تا اتچمنت گاد بودن که من دادم، خواستم یه اتچمنت خفن براتون بذارم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب نره تا یه ویدیو دیگه چنل امونجک بازی کارتون بال و پارت 2 مسخره بازی یا همون فشاری کردن آدم در کالا. گود بای.